غیر ممکن وجود ندارد. نقل قولی است از شیخ محمد. بچه بودم. همراه پدر و برادرانم به لندن سفر کردیم. قبلا از مادرم زیاد شنیده بودم در مورد سرسبزی و زیبایی لندن. مادرم گفته بود که در لندن ساختمان‌های بسیار بلندی بود و آنها در یکی از این ساختمان‌ها سکونت داشتند. در حالی که ما در دبی بالای پشتبان می‌خوابیدیم زیرا هوا خنک‌تر بود. بسیار هیجان زده بودم، اما پدرم در فکر بود. ازش پرسیدم پدر جان به چه فکر می‌کنی؟ و او گفت پسرم به این فکر می‌کنم چگونه از سفر لندن بیشترین سود را ببریم. روابط ما با انگلیس خوب نبود، فقط در ظاهر خوب و همش منتظر روزی بودیم که آنها کشور را ترک کنند. به پدرم گفتم پدر جان در لندن قرار